چگونه کریستیانو رونالدو همچنان در 30 سالگی میدرخشه؟ 40 سال، سن، 900 گل و هنوز تو اوجه. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. آلتازار هستم. امروز با یه مقایسه دیگه و بررسی جناب آقای کریستیانو رونالدو در کنار شما دوستان هستم. کریستیانو رونالدو اسطوره‌ای که سن فقط یه عدده براش. چطور یه بازیکن تو این سن هنوز بهترین گلزن دنیاست؟ رازهای بدن 28 سالش چیه؟ امروز قراره پرده از اسرار CR7 ورداریم. آماده اید؟ بزن بریم. اسطوره‌ای که زمان رو شکست داد. کریستیانو رونالدو نامی که تو تاریخ فوتبال جاودان شده. تو 40 سالگی وقتی بیشتر بازیکن‌ها بازنشسته شدن، رونالدو هنوز تو زمین میدرخشه. 923 گل تو کارنامه‌اش، 5 توپ طلا و رکوردهایی که انگار هیچ وقت شکسته نمیشن، از جزیره مادرید تا قلعه‌های رئال مادرید و النصر. این مرد ثابت کرد که سن فقط یه عدده. اما چطور؟ چه چیزی باعث شد رونالدو تو 40 سالگی بدنی مثل یه جوون 28 ساله داشته باشه و هنوز بهترین گلزن لیگ عربستان و لیگ ملت‌های اروپا باشه؟ شروع از صفر، کودکی سخت و اراده آهنین. رونالدو تو سال 1985 تو فونشال مادریا توی خانواده فقیر به دنیا آمد. خونهشون سقف حلبی داشت و با خواهر و برادرش یه اتاق مشترک داشتن. پدرش که مدیر تدارکات یه باشگاه محلی بود، رونالدو با فوتبال آشنا کرد. از 8 سالگی تو تیم آندورینا بازی کرد و تو 12 سالگی با 1500 پوند به اسپورتینگ لیسبون پیوست. تو 15 سالگی با مشکل تپش قلب روبرو شد، اما با جراحی و حمایت خانواده به زمین برگشت. این اراده آهنین از همون کودکی تو وجودش بود. بدنسازی و رژیم غذایی راز جوانی ابدی. رونالدو ماشین بدنیه. پلتفرم سلامت ووپ نشون داده که سن فیزیولوژیکی رونالدو 28 و 9 ساله. 28 و 9 ماه و همچین چیزیه، یعنی 11 سال کمتر از سن واقعیش. بدنش فقط 7% چربی داره، در حالی که میانگین فوتبالیست‌های حرفه‌ای 10%. پرش عمودی 2.93 سانتی مترش. از بسکتبال‌های NBA هم بالاتره. رونالدو روزانه 5 وعده غذای سبک میخوره. پروتئین بالا، کربوهیدرات پیچیده و سبزیجات، مرغ، ماهی، تخم مرغ و آووکادو پایه رژیمش هستن. شکر و فستفود از زندگیش حذف شدن. اون سالانه $1,000,000 برای ریکاوری خرج میکنه. اتاق کرایو تراپی، ماساژ تخصصی و خواب منظم 8 ساعته. حتی تو تعطیلات تمریناتشو قطع نمیکنه. پروفسور آنتونیو ورزو، متخصص بیومکانیک، میگه دویدن رونالدو شبیه دونده‌های سرعت، نه فوتبالیستا. تکنیک دویدن بیایبش باعث شده مسئولیت‌های جدی نداشته باشه. تمرینات وقفه. رونالدو تو 18 سالگی وقتی به منچستر یونایتد پیوست یه استعداد خام بود، اما سر الکس فرگوسن میگه کریستیانو همیشه آخرین کسی بود که زمین تمرین رو ترک میکرد. تمریناتش شامل 3 ساعت بدنسازی روزانه، تمرینات تکنیکی و حتی یوگا برای انعطاف پذیری. تو سال 2018 تو جام جهانی سرعت 34 کیلومتر بر ساعتش با جوانای 20 ساله برابری میکرد. ذهنیت برنده رونالدو هم یه فاکتور کلیدیه. ژوزه نورنا، پزشک تیم ملی پرتغال، میگه کریستیانو عاشق مطالعه درباره طول عمره. اون همیشه دنبال مقالات علمی تا بدنشو بهتر بشناسه. این کنجکاوی و تمرکز باعث شده حتی تو 40 سالگی مثل جنگجو تو زمین باشه. رونالدو تو فصل 2024-2025 لیگ عربستان 33 گل و توی 39 بازی زده. تو لیگ ملت‌های اروپا با 8 گل آقای گل شد و پرتغال رو به قهرمانی رسوند. تو 40 سالگی گل قیچی برگردونش مقابل الفیحاء تو لیگ عربستان به یکی از زیباترین گل‌های تاریخ این لیگ تبدیل شد. تا حالا 463 گل بعد از 30 سالگی زده، یعنی به اندازه کل کارنامه خیلی از ستاره‌ها. تو رئال مادرید با 450 گل توی 438 بازی بهترین گلزن تاریخ این باشگاه. 140 گل تو لیگ قهرمانان اروپا، 14 گل تو یورو و 135 گل ملی. رکوردایی هستن که شاید هیچ وقت شکسته نشن. انتقال او به النصر تو سال 2023 واقعا وقتی خیلی فکر می‌کردن رونالدو تمام شده، با قرارداد 200 میلیون یورویی به النصر عربستان پیوست. خیلی گفتن این یه پایان غم انگیزه، اما رونالدو ثابت کرد اشتباه دارن فکر میکنن هوادارا. تو 105 بازی برای النصر 93 گل و 19 پاس گل ثبت کرد. قراردادش تا 2027 تمدید شده و خودش میگه
من به عربستان تعلق دارم. لوئیس کاسترو مربی سابق النصر میگه هر کاری که رونالدو میکنه دلیل داره. از شادی معروف سو تا پرش‌های بلندش همه چیز حساب شده است. رونالدو تو النصر نه تنها گل میزنه بلکه فرهنگ حرفه‌ای‌گری رو به تیم آورده. و چالش‌ها و انتقادها، مسی نیمکت نشینی و فشارهای رسانه‌ها. رونالدو همیشه زیر ذره‌بین بوده. مقایسه با لیونل مسی رقیب همیشگی هیچ وقت تموم نشده. مسی با جام جهانی 2022 از نظر خیلی بهترین تاریخه، اما رونالدو با یورو 2016 و 2 قهرمانی لیگ ملت‌های اروپا رو به اوج رسونده. تو منچستر یونایتد تو سال 2021 گاهی نیمکت نشین بود و انتقاد زیادی شنید. بعضی رسانه‌ها گفتن تو لیگ عربستان فقط به خاطر پول بازی میکنه، اما رونالدو به گلاش جواب داد تو شبکه‌های اجتماعی هوادارا و منتقدان همیشه در حال بحث کردنن. یکی از پست‌های توییتر میگه رونالدو تو 40 سالگی آقای گل شد، ولی اگه مسی بود 100 تا جایزه براش ردیف میکردن. تاثیر از خارج از زمین. رونالدو فقط یه فوتبالیست نیست، یه برند جهانیه. فوربز تو سال 2025 اونو پردرآمدترین ورزشکار دنیا معرفی کرد با 245 میلیون دلار درآمد سالانه از قرارداد النصر و تبلیغات با نایک، پیسی و برند CR7. امپراتور تجاریش بی‌نظیره. تو اینستاگرام با بیش از 600 میلیون فالوور پرطرفدارترین ورزشکاره. پست‌هاش میلیون ها لایک میگیرن، اما چیزی که رونالدو رو خاص میکنه الهام بخششه برای جواناست. اون میگه وقتی جوانی فکر میکنی همه چیز نمیتونه جلوتو بگیره، ولی بعد از 30 سالگی باید هوشمند باشی. پیامش به نسل جدیدینه، نظم، تلاش و مراقبت از بدن. رویای 1000 گل و جام جهانی 2026. رونالدو تا حالا 923 گل زده و هدفش رسیدن به 1000 گله با ریتم فعلی. احتمالاً تا 2026 به این عدد میرسه. جام جهانی 2026 تو آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشه. شاید آخرین مأموریت بزرگش باشه. خودش میگفت میخوام یک جام دیگه برای پرتغال ببرم. هوادارا تو توییتر معتقدن که اگر رونالدو جام جهانی ببره میتونه تو رقابت با مسی و مارادونا قرار بگیره. حتی پسرش کریستیانو جونیور که تو تیم جوانان النصر بازی میکنه شاید روزی کنار پدرش تو زمین باشه. رازهای ماندگاری کریستیانو رونالدو. متخصصان پزشکی میگن ژنتیک رونالدو نقش مهمی تو ماندگاریش داشته، اما بدون نظم و اشتیاق این ژنتیک بیفایده بود. اون در 16 سالگی وقتی لیورپول به خاطر سن کمش نخواستش ثابت کرد که هیچ چیز غیر ممکن نیست. جاوارسو مربی بدنساز اسپورتینگ میگه رونالدو تو 18 سالگی تو بازی با منچستر یونایتد به ستاره‌های مثل گیگز و اسکولز حتی نگاه هم نمی‌کرد، فقط روی بازی تمرکز می‌کرد. این تمرکز راز موفقیت کریستیانو رونالدو بود. کریستیانو مردی که تاریخ رو نوشت. کریستیانو رونالدو تو 40 سالگی نه تنها یه بازیکن بلکه یه پدیده است. از فقر مادریا تا قله‌های فوتبال با نظم و تمرین و اراده سن رو به زانو در آورد. 5 توپ طلا، 34 جام جهانی، 34 جام و 923 گل. فقط بیش از داستانشه. اون به جوانان نشون داد که با تلاش هیچ حد و مرزی وجود نداره. آینده چی در انتظارشه؟ شاید 1000 گل شد، شاید جام جهانی 2026. همه چیز غیر ممکن نیستش. کریستیانو رونالدو تا زمانی تا وقتی تو زمینه دنیا به احترامش بلند میشه. خب دوستان، اگه داستان کریستیانو رونالدو تو رو هم به وجه آورد، وقتشه با ما همراه شی. هر هفته رازهای اسطوره و داستانهای فوتبال رو براتون رو میکنیم. دکمه سابسکرایب رو بزن، زنگوله اعلانات رو فعال کن و تو کامنت ها بنویس فکر میکنه رونالدو تو چند سال دیگه میدرخشه. تا ویدیوی بعد مثل CR7 تو اوج بمون و خدا یار و نگهدارتون. بای بای.